بیا مو هم وخت په خیر ستړي مشئ د خپرونې په دې برخه کې استاد زاهد احمدي را سره میلمه دی نو د استاد هم دی په البته د انګلیسي تدریس کوي او همداراز په خپله هم د حقوق او سیاسي علومو محصل هم دی د ده سره د ځوانانو پر ستونزو باندې پر لاسته راوړنو باندې او همداراز پر دې باندې غږېږو چې په دې وروستیو کې ځوانانو انګلیسي ته څومره مخه کړې ده او څومره مهمه ده په افغانستان کې اوس دغه ژبه څومره مهمه ګڼل کېږي او که چېرته زده نه اوسېږي نو یو ځوان به د څومره ستونزو سره مخ واوسېږي پر دې موضوعاتو له استاد زاهد سره خبرې کوو. استاد خوش آمدین، صبحتون بخیر. تشکر. من هم به نوبه خود سلام خدمت شما، سلام به کسانی که ما را از پرده تلویزیون خود ما را نگاه میکنن. خب صبح به همگی خوش میگم، امید که یک صبح خوب خوش داشته باشید. تشکر، سلامت باشین. استاد در رابطه به مسئولیت جوانان بگوین که حالا در این دهه‌ای که ما قرار داریم ما جوانانی هستند که سطح تحصیلیشون خیلی بلند رفته و پیشرفت کرده. اگر ما در سابقه 12 پاس داشتیم، عالی 14 پاس و لیسانس هم در درجه های پایین میایم، ما باید ماستری داشته باشیم. تا چه اندازه جوانان درک کردن که ما چی مسئولیت داریم در برابر جامعه خود؟ خب قبل از اینکه بریم به سوال شما پاسخ ارائه بکنم، اول باید بفهمیم که خود جوان چی، یعنی زمانی که ما در یک جامعه جوان میگیم یا نسل جوان میگیم با کدام قشر جامعه ما میتونیم که اشاره بکنیم. بله. خب دقیق زمانی که ما نسل جوان میگیم و جوان میگیم، خب روایت های مختلفی است. اگر از دیدگاه جامعه شناسی ما بیایم جوانان را یا نسل جوان را یک تعریف برش داشته باشیم، جوانان میگن یا نسل جوان میگن که ستون فقرات و یا یک نسل متحرک در یک جامعه و یک منبع انرژی مثبت در یک جامعه هست. خب قبلا که شما ذکر کردیم که در دهه‌ای که فعلا ما زندگی میکنیم، یعنی رشد و مسئولیت پذیری جوانان خیلی گسترش یافته، یعنی خیلی چشمگیر شده. مردم میتونه درک بکنه که چقدر از جوانان حالا احساس مسئولیت میکنن. ولی اگر بیایم ببینیم، خب کشورهایی که فعلا در اوج قدرت هستند، در پیشرفت هستند، کشورهایی هستند که اونا قدر نسل جوان خود دانستند. یعنی اصلا از نیرو یا از منبع مثبت یا انرژی مثبتی که در جامعه هست که به نام نسل جوان میشناسیم میشون، از او استفاده درست و استفاده از این میکرده. ولی متاسفانه در دهه‌های قبلی افغانستان نتونست که از این نیروی خود استفاده بکنه. میتونیم به طور مثال بگوییم که از این نیروی خود نتونستن استفاده بکنن که بسیاری از چالش ها روبرو شد که افغانستان باعث عقب ماندگیش و باعث از این شد که افغانستان پیشرفت نکنه و یا دست به پیشرفت و دست به صلح و یا دست به امیدواری آینده پیدا نکنه. پس این یکی از دلایل بود که افغانستان، یعنی امو سرمایه‌ای که به نام نسل جوان است، نتونست از سرمایه خود به شکل خوب استفاده بکنه که معمولا چالش های زیادی است که روبروی جوانان یا نسل جوانان شد که بیشتر از جوانان ما متاسفانه، یعنی اگر در قبلا بگوییم که بسیار از زیاد از جوانان ما و شما معتاد شدن به مواد مخدر، متاسفانه بسیار از اونا فرار از کشور کردن، یعنی کشور خود ترک کردن و رفتن پناهندگی گرفتن به کشورهای دیگر که زیادتری از مثال ما میتونیم که نوت بکنیم و بگوییم که در از سال 2016 به این سو تقریبا بیشتر از 2 لک و یا 3 لک از جوانان ما و شما به طرف کشورهای خارج پناهندگی کردن که در اینجا تقریبا بیشتر زیاد از اونها غرق دریاها و یا غرق اقیانوس‌ها شد که بزرگترین سرمایه افغانستان در امو 4 سال و یا 2 سالی که بود از بین رفت. پس از اون لحاظ پس میتونیم بگوییم که اگر حالا بیاین در دهه فعلی اگر بگوییم ماشاءالله بسیاری از جوانان ما پیشرفت کرده، بخصوص دولت ما شما دولت جمهوری اسلامی افغانستان حالا تونستن که یک ذره راهنمودهای داشته باشن، یک ذره روشنگری های داشته باشن در مقابل جوانان که برای جوانان نشان بدن که در قبال وطن کدام یکی از مسئولیت ها را دارن تا بتونن مسئولیت های خود دانسته دست به دست همدیگر بتونن. یعنی شما میگین که در حکومت فعلی جوانان آگاه شدن و حالا امی مهاجرت های جوانان که میخواستن به کشورهای خارج برن حال کم شده، حالا میخواین که بیاین در اینجا کار بکنن، میخواین که در سیاست سهم بگیرن، میخواین که در کشور خودشون کار بکنن. به خاطر که یکی از چالش هایی که اینا مهاجر به کشورهای دیگر شدن، خب دلیل خاص از اونها بیکاری است که یک خب نظر به نظرسنجی که وزارت کار و امور اجتماعی داشت، تقریبا 40% از نسل جوان افغانستان از بیکاری رنج می بردن.
پس دلیل از این بود که اونا پناهندگی کردن و به طرف کشورهای اروپایی و به طرف کشورهای خارجی سفر کردن. پس از اون لحاظ در دولت فعلی و در وقت فعلی بسیار از جوانان احساسات خود عموم مسئولیتی که داشتن در قبال وطن و در قبال دولتشان دانستن و حالا دست به دست هم دیگر میتن تا امی وطنی که ما داریم و یا امی دولتی که داریم ایره به طرف پیشرفت ببریم، بتونیم یک سال بیاریم، بتونیم یک امیدواری خاص به نسل‌های آینده خود داشته باشیم و میتونیم یک گلگوی خوب باشیم به نسل‌هایی که در بعد از ما میاین و سر کار میباشن. بله دقیقاً نسل جوان حالا مسئولیت خود دانستن، بخصوص اون کارکردها اگر بیایم سر دستاوردهایشون صحبت بکنیم، نسل جوان ما در حالا بسیار یک از امو دستاوردهای خاص خود دارن، دستاوردهای خوب خود دارن و تونستن که امو دستاوردهای خود به جامعه تقدیم بکنن. پس دولت هم تونسته که از امو دستاوردهای از اونا استفاده کرده و از امو دستاوردهای از اونا را به جهانیان نشان بدن که افغانستان هم از امو نیروی مثبتی که به نام نسل جوان است و یا از امو نیروی متحرکی که به نام نسل جوان است ما هم داریم و ما هم میتونیم استفاده بکنیم. خوشبختانه در یکی از رقابت‌ها میتونم یکی از دستاوردهای نسل جوان افغانستان رو بگویم که در امریکا بسیار یک دستاورد خوبی داشتن در بخش تحصیلیشان. پس این بزرگترین دستاورد است برای ما شما که نسل جوان ما در یکی از کشورهای پرقدرت که به نام امریکا هست که تقریبا تمام قدرت دنیا را در دست خود داره، نسل جوان ما، نیروی جوان ما تونستن که در اونجا رقابت بکنن و بتونن یک مقام خوبی را در دست بیارن. در گذشته ها یک سیستم داشتیم که وقتی یک جوان افغان به خاطر تحصیل به کشور خارج میرفت 2 سال 3 سال 4 سال دوجه تحصیل میکرد، یک چیزی را میآموخت، اما پس باز دلشان نمیشد که به کشور خودشان بیاید، دلشان نمیشد که بیاین اینجا کار بکنن چون اینجا زمینه کار براشان مساعد نبود. حال اگر بگوین تا هنوز تا چی اندازه در سیاست در حکومت برای جوانان تا چی اندازه وقت داده شده و حالا خودت هم شاهد صحنه‌ای هستین که کسایی که در خارج هستن و علاقه‌مند ازی شدن که بیاین به کشور خود در اینجا کار بکنن؟ خب 100% جوانانی که قبلا شما ذکر کردین که بعضی از جوانان وقتی که اونا با تحصیل میرفتن خارج از کشور در اونجا قامت میکردن، یعنی دوباره نمیخواستن که به وطن خود برگردن. ولی خوشبختانه جوانان فعلی که میخواین به خارج از کشور تحصیل بکنن اونا هدفشون همی است که برن به خارج تحصیل کرده و چیزهایی که از اونجا میآموزن بیان در وطن خود به خدمت مردم خود بگذارن. و دقیقاً که جوانان حالا هدفشون همی است که در خارج تحصیل کردن و تحصیل بکنن و دوباره پس بیان در وطن خود. و اگر بیایم نسبت به قبل حالا کمی بیشتر خوب شده چون جوانان هم مسئولیت خود دانستن و در قبال جوانان دولت هم مسئولیت خود دانسته که باید به جوانان کدام یکی از زمینه ها و یا امکانات یا را برابر بسازد تا اونا با شوق و علاقه بتونن به وطن خود خدمت بکنن. ولی یک چیز باید ذکر بکنم که رنج بیکاری تا هنوز هم در افغانستان است و دلایل زیاده که نسل جوان نمیخواهند یعنی با مو شور و شوق به وطن خود خدمت بکنن امی است که اونا زیادتر از بیکاری رنج میبرن. ما شاهد بسیار از سنه ها هم هستم به خاطر زمانی که یک کسی پانتون میخونه تقریبا 12 سال مکتب خلاص میکنه بعد از او 4 سال پانتون میشه، زمانی که اونا میرن در یک ارگان و در یک سازمانی که میخوان کار بکنن از اونا اولین چیزی که تقاضا میشه یا پرسان میشه او تجربه کاری است. پس ما چطور بتونیم بگوییم که جوان با شوق و شور بتونه بگه ما به وطن خود خدمت میکنیم؟ پس امور راهی است که اونا راهی را انتخاب میکنن، سفر از کشور، فرار از کشور و خدمت کردن به کشورهای بیگانه. چون تا هنوز هم امو زمینه کار اما قدر که زمینه کار باید به جوانان یا نسل جوانان باید در نظر گرفته شود تا هنوز هم گرفته نشده. پس دلیل کم رنگ بودنشان فعلا هم معلوم میشه. تو چی اندازه حال ریاست ها و همچنان وزارت ها چفکی های بلند، بست های بلند برای جوانان واگذار شده یا هم برایشان فرصت داده شده؟ خب دقیقاً میخوایم ایده بگوییم که خب در افغانستان فعلا هم اگر از لحاظ حکومتداری خوب بگوییم تا هنوز هم حکومت ما با همون نام شایستگی اگر ما بتیمش تا هنوز هم با او درجه نرسیده. چون بعضی از چوکی ها ما میتونم بگویم که بعضی از چوکی ها از قبل وقت یعنی یگانه چیزی که از فساد از در افغانستان متاسفانه که بسیار زیاد نقش امی فساد خودش میتونه که نقش جوانان در اشتراک در مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی و مسائل فرهنگی کمرنگ بسازه. پس مثال خوب باز هم خوب است مثال کسایی که در خارج از کشور تحصیل کردن با درجه های ماستری با درجه های دکترا اونا هنوز هم در پست های خوبی در دولت کار میکنن ولی بعضی از
بعضشان هم است که اونا بسیار زیاد زحمت کشیدن. اتاما کسی را میشناسم که ماستری هم داره، پس ولی هنوز هم بیکار است، چون دلیل از این فساد هست. یعنی زمانی که فساد گم شود، زمانی که ما فساد از بین ببریم، میتونیم که یک زمینی خوب کار برای جوانان مهیا بسازیم و یا مساعد بسازیم که و جوانان هم میتونن که با امو دلهورگی و یا با مو علاقه شوق ذوقی که دارن میتونن به دولت اصلاحات اداری تا چه اندازه اعتماد جوانان را کسب کرده که و آل سری پروسه باور داره که باید امتحان بتن و از پروسه شفاف یا به یک ریاست به یک بخش راه یابد؟ خب دقیقاً پروسه های اصلاحاتی بسیار زیاد تقریبا جلب توجه جوانان شده یا نسل جوان شدن، به خصوص به کسانی که اونا میخوان کار بکنن و خدمت بکنن، با کسایی که واسطه ندارن، کسایی که استعداد دارن. بله کسایی که استعداد داره، کسایی که واسطه ندارن و کسایی که پول هم ندارن. برای اونا بسیار یک امیدواری خوبی شده که حالا ما میتونیم که استعدادی که داریم ما میتونیم اون را به نمایش بگذاریم و همون چیزی که مربوط ما میشه و یا مربوط به استعداد ما شما میشه که ما میتونیم اون را بدون پول و بدون واسطه هم به دست بیاریم. که امید به این که امو اصلاحات کمی بیشتر شوه و امو پروسه امتحاناتی که به خاطر وظایف گرفته میشه بسیار زیاد شفاف تا حق به حقدار برسه و کسایی که استعداد واقعا دارن که باید در اون پست کار بکنن باید بر از اونها حقشون داده شود. واقعا در رابطه به خودتون استاد انگلیسی هستین و در رابطه به انگلیسی صحبت بکنید، زبان انگلیسی یا زبان‌های دیگه خب نسبتا انگلیسی در افغانستان زبانی هستن که آل باید با دری و پشتو زبان انگلیسی را هم یاد داشته باشه وقتی میخواهید که در یک اداره اپلای بکنه. تا چه اندازه مهم است و تا چه اندازه حال برای جوانانی که میخواین تحصیلات بلندی داشته باشن باید انگلیسی را یاد بگیرن؟ خب میخوایم یک چیز بگوییم که با کسایی که یعنی میخوان که در آینده یک آینده روشن داشته باشن و میخوان که در جاهای خوب کار بکنن، پس انگلیسی شرط حساس است، چون در جامعه فعلی و یا در وقت فعلی که ما زندگی میکنیم بسیار زیاد مهم است زبان انگلیسی. چون من خودم استاد زبان انگلیسی هستم و خوبتر میفهم که چقدر بسیار زیاد مهم است زبان انگلیسی در جامعه فعلی و بخصوص به نسل جوان ما شما. میتونیم بگوییم که زمانی که اگر یک کس اگر میخواد که به طرف خارج بره و به هم تحصیل، پس شرط اساسی از زبان انگلیسی است. زمانی که اونا میخوان که برن به یک جای کار بکنن، شرط اساسی از زبان انگلیسی است. یعنی اگر در ارگان‌های دولتی هم ما شما کار بکنیم، شرط ما همین است که باید ما با زبان انگلیسی دسترسی داشته باشیم. ولی خوشبختانه که در این روزها بسیار زیاد رنگ خوبی به زبان انگلیسی داده شده و نسل جوان و بسیار شوق و علاقه که دارن به طرف کورس ها روان هستند، به طرف اینستیتوت ها روان هستند و به طرف پانتون ها روان هستند و چیزی که بسیار زیاد میتونه که اونها را تشویق بسازه، اونها را میآموزند به خصوص زبان انگلیسی. و امید که کسایی که هنوز هم در فکرش نیست، امیدوار به این هستم که اونا بتونن امو راهی را که گم کرده هن امو راه را پیدا بکنن و بیاین دست به دست هم بتن و وطن خود بسازن. در این سالهای اخیر مهم شد، چرا؟ دلیلشون چی هستن؟ خب دلیلش هی است. خب در قبلا زبان انگلیسی چون داخل شدن امریکا در افغانستان میتونیم که یکی از دلایلش همین بگوییم که و زمانی که امریکا در سال 2001 به افغانستان داخل شد و یا آمد، پس از اون لحاظ زبان انگلیسی کم رنگ خود نشان داد در جامعه فعلی در جامعه افغانستان، ولی در او سابق قدر کم رنگ بود. یعنی زبان انگلیسی قدر نبود که مردم به زبان انگلیسی ما با جهانیان به او اندازه ارتباطات نداشتیم. حالا با جهانیان بله حالا ما با جهانیان ارتباطات خاص داریم، ارتباطات بیشتر داریم با کشورهای اروپایی، با کشورهای آمریکایی و یا با کشورهای آسیایی ارتباطات خاص داریم. و یا مثلا میتونیم بگیم که دلیل زیاد رنگتر شدن زبان انگلیسی در جامعه فعلی یا در وقت فعلی همین است چون بسیاری از بورسه های تحصیلی به افغانستان میان و بورسه های تحصیلی که از طرف خارج به افغانستان میاد شرط اساسی از اونها انگلیسی هست و همین روابط دیپلماتیک ما شما اینا هم میتونه که یک تاثیر خاص داشته باشه به زبان انگلیسی که یک رنگ خوبی در جامعه فعلی بگیره. واقعا پیامتون برای جوانانی که فعلا هم مشغول درس و تعلیم هستن چی هستن، چی باید بکنن تا اینکه ما بتونیم این جامعه را از این بدبختی خود جوانان نجات بدن؟ خب پیام همین است به نسل جوان که شما مشغول درس خواندنتان هستین و کوشش بکنین راهی را که انتخاب کردین همین را شما ادامه بدین.
امیر را شما پیش ببرین تا بتونین یک مصدر خدمت به مردم شوین، مصدر خدمت به کشور خود شویم. تا چه وقت ما بریم دست کشورهای بیگانه را بگیریم؟ تا چه وقت ما بریم غرق دریاها شویم؟ تا چه وقت ما بریم نوکر بیگانه ها شویم؟ بیاین دست با دست هم بدیم، همین وطنی که ما داریم از فقر، از بیچارگی، از همه چیز، از مصیبت هایی را نجات بدیم و با خود یک گلستان بسازیم. پس ساختن افغانستان، گلستان و هر چیزی که ما بخوایم ما میتونیم افغانستان را بسازیم. اگر بخوایم میتونیم به کشورهای خارج بریم نوکر مردم شویم و یا هم میتونیم که افغانستان را به خود مثل یک آشیانه بسازیم و در او به صلح و آرامی زندگی بکنیم. پس پیام ما با شما همین از جوانان که راهی را که شما انتخاب کردین کوشش بکنین همین راه را شما ادامه بدین و از این هیچ گام منصرف نشین. درست مشکلات هست، پس مشکلات اگر شما حل نکنین کی میکنه؟ پس میتونیم که دست به دست هم بدیم و وطن خودمون و شما آباد بسازیم ان شاء الله. بسیار سپاس استاد محترم که اومدین و صحبت‌های خوبتان. تشکر. سلامت باشین. لا تاسو هم ډیره زیاته مننه چې ملتیا مو سره وکړله. نور نو نشو کولای له تاسو سره پاتې شو یا پاتې کیږو در سره، لا هم خپرونې ته ډېر وخت پاتې دی، خو اوس هم یوه ویډیو همکارانو چمتو کړې ده، ویې ګورئ بیا هم را سره ملتیا وکړئ. زموږ نورې برخې پاتې دي. فیلیپین در جنوب شرق آسیا قرار دارد و از آن دسته از کشورهایی است که جزایر بک و آرام زیادی را در خود جای داده است. شاید باورتان نشود که این کشور از 7000 جزیره کوچک و بزرگ تشکیل شده است. فیلیپین با هوای گرم و مرطوب در ماه‌های جون تا اکتبر بارانی است و از دسامبر تا ماه می وارد فصل خشک خود می شود و مناسب ترین زمان برای سفر به این کشور ماه نوامبر تا اپریل است. فیلیپین دیدنی های زیادی دارد که سالانه هزاران نفر برای دیدن آنها به این کشور سفر می کنند. یکی از زیباترین جاذبه های آن شالیزارهای پلکانی بانایو است که در دل کوه ایفاگایو قرار دارد. حدود 2000 سال پیش قبایل ایفاگایو بدون داشتن ابزار آلات مدرن در دل کوه کشتزارهایی به صورت پلکانی ایجاد کرد و در آن به کشت پرداختند. مساحت این شالیزارها 10360 کیلومتر است که ارتفاع آن 1050 متری از سطح دریا قرار دارد. شالیزار از جنگل‌های بالا دست آن تامین می‌شد و مردم بومی ایفاگایو همچنان از این کشتزار برای کاشت سبزی‌ها و برنج استفاده می‌کند. البته در سال‌های اخیر به دلیل فرسایش خاک، خشکسالی، افزایش آلودگی و جنگل این کشتزار دچار کاهش کارایی شده است که مردم بومی پیش از این ناحیه مهاجرت می‌کردند. جالب است بدانید شالیزارهای پلکانی از جذابترین پروژه‌های کشاورزی محسوب می‌شود و به ثبت میراث جهانی یونسکو رسیده است و به طور کلی گردشگری در فیلیپین فعالیت در آمدزار به شمار می‌آید و گردشگران می‌توان علاوه بر بازدید از این مزارع و آشنایی با فرهنگ مردم بومی از طبیعت سایر مناطق کشور فیلیپین لذت ببرد. شالیزارها با خلق شگفت‌انگیزترین چشم‌اندازهای محلی مناسب برای کسب آرامش و عکاسی پس از هنگام سفر به فیلیپین و از دیدن شالیزارهای زیبا جا ننمایند.